ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 8 میون سال 2022 خبر داد که در نتیجه سنجش و بررسی نوار ارسال نموده شهروندان، راننده автомашین طبقه مرسدس بنز رقم‌های قید دولتیش 7778 AK08 میرزایف محمد خوجه سال تولدش 2021 استقامت کننده نویه رشت به مقامات ملیس شهر دوشنبه دسترس کرده شد. ضمن پرسش معین کرده شد که میرزایف محمد خوجه هنگام اشتراک در مراسم توی دیده و دونسته قاعده های حرکت در راه را دغلانه ویران نموده به مسافران خود اجازه داده است که سرای خود را از تریزه های автомашین به بیرون برآورده با آواز بلند دغلانه رفتار کنند. همزمان نام بردگان با این عمل خود حالت خطرناک و صدمه‌آور را نیز به وجود آوردند. گفته می شود در اطلاعیه وابسته به حالت مذکور نسبت به میرزایف محمد خوجه طبق طلبات ماده 328 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان برای تامین نکردن بی‌خطری حرکت پروتکل ماموری ترتیب داده شده. طبق مقررات ماده مذکور چاره‌های تاثیررسانی قانونی اندیشیده شده است. همزمان با 3 جوانی که هنگام حرکت جان خود را در خطر گذاشتند صحبت‌های پروفیلاکتیکی و کارهای فرماندهی گذرانیده شده است.